ما الان میخوایم خمیر تکسچر یا همون خمیر مله و چسب و چوب رو درست کنیم برای کارهای برجستمون. الان این 2 لیوان مل هستش، بعد 1 لیوان چسب چوب میریزیم. میریزیمش توی ظرف مل، بعد قاطیش میکنیم. حسابی قاطیش میکنیم. در آخر نشونتون میدم چه شکلی میشه. بعد خمیرمون الان یه مقدار سفته، بعد یه کوچولو بهش آب اضافه کنیم. بعد توجه داشته باشین آب اگر زیاد بهش اضافه کنید توی کار خمیرمون ترک میخوره. ببینید من 1 کم آب میریزم، بعد همون چسب چوب قبلیه که یه ذره ته لیوان مونده قاطیش میکنم و به کار اضافه میکنم. دوباره همش میزنیم. خب الان خمیر مل و چسب چوب ما آماده است، به این حالت میرسه. بعد تو موقع کار برای اینکه یه مقدار روون‌تر بشه ما میتونیم اینو بهش یک مقدار رنگ سفید آکریلیک بهش اضافه کنیم. توجه کنید فقط رنگ آکریلیک، چون پایش آبه. قاطی میکنیم به مل و چسب چوبمون، بعد قاطی میکنیم دیگه. میشه که آخر کار این دقیقاً میشه مل و چسب چوبی که همون تکسچرمونه که میتونیم برای تمام کارهای برجسته‌مون ازش استفاده کنیم. رو اجسام، روی تابلو، رو هر چی که دلتون بخواد میتونید اینو بچسبونید و روش طرح بدید. من حالا تموم که شد تابلویی که میخوام روش کار کنم و شما میبینید. و این پایان کاره. یه خمیر تکسچر خیلی عالی. شما میتونید به مدت 1 ماه تو جای خنک نگرش دارین. درش حتما باید بسته باشه چون خشک میشه و نمیتونید ازش استفاده کنید. بریم تا آموزش بعدیمون.